جغرافیای معنوی ماست فارسی، تاریخ را وثیقه سبز شکوه. با این آهنگ در وصف زبان پارسی همایش دهم کانون همیاری پارسی زبانان در لندن آغاز شد. در این محفل که سنه 16 فوریه به مناسبت روز جهانی زبان مادری برگزار شد، به دو پژوهشگر زبان فارسی، پروفسور اخلاق آهن از هندوستان و دکتر علیرضا قیامتی از ایران برای تلاشات در راه پاسداری و گسترش زبان پارسی جایزه بین المللی قند پارسی تقدیم شد. جایزه سیوم به هنرمندان معروف افغانستانی برادران طاهر و صدیق شباب اعطا گردید. به هم از زبانهای دیگه احترام داریم، علاقه داریم، ولی ما هم در حوزه خود و ارزش‌هاش وجود داره، به میراث گرانبهایی که وجود داره امور پوشش بکنیم، پاسداری بکنیم، و بخصوص به نسلی که در خارج است، بر از اونا اینجا به دنیا میاد، بر از اونا باید فهمانده شود که با ریشه های خود وصل باشن. در مراسم اعطای جایزه امسال پژوهشگران از دانشگاه کمبریج و پژوهشگاه زبان فارسی در لندن و روشنفکران و خبرنگاران تاجیک هم شرکت داشتند. احسان زروان، روزنامه‌نگار و شاعر تاجیک مقیم لندن، از نقش آوازخوان‌ها و هنرمندان در گسترش زبان فارسی گفت و پیشنهاد کرد که در ساختار کانون پارسی زبانان یک بنیاد همبستگی هنرمندان فارسی زبان تأسیس یابد. می‌کنم که تنها برگزاری جلساتی علمی یا نشست‌ها و سمپوزیوم‌های علمی که بین خاصان این زبان برگزار می‌شود برای تقویت و جای لازم برای احیای این زبان کافی نیست. موسیقی در تمام تاریخ این زبان همپای این زبان بوده. استاد رودکی خودش چند می نواختند و صدها اهل ادب دیگر یا شعرهای دیگری موجوده که اونها در پهلوی که شعر گفتن مفتون موسیقی به این زبان بودن. همایش‌های کانون فرامرزی همیاری پارسی زبانان طی 10 سال است در لندن برگزار می شود و در دایره این همایش هر سال چندی از دانشمند و روشنفکران از کشورهای فارسی زبان برای سهمگذاری در گسترش زبان پارسی با جایزه قند فارسی قدردانی می شوند. سال گذشته این جایزه به گلرخسار صفی، شاعر سرشناس از تاجیکستان، و امینه شراف‌الدین، فعال تاجیک از سمرقند تقدیم شده بود. از آن پیش این جایزه به خبرنگار تاجیک داریوش رجبیان سپرده شده بود.